کلید موفقیت تو هر چیزی یک کلمه است: استمرار. استمرار تو هر چیزی باعث به دست آوردن اون چیز میشه، ولو اینکه خیلی دور از ذهن و سخت باشه. شما یه بچه 1 ساله رو در نظر بگیرید. موقعی که میخواد راه رفتن یاد بگیره، یه مسیر 10 متری رو ممکنه 10 بار بیفته و هی مواظب قدم بعدیشو کجا بذاره که تعادلش رو از دست نده. اما آیا هیچ وقت شنیدید یا دیدید که هیچ بچه‌ای نهایتاً نتونسته باشه راه رفتن رو یاد بگیره؟ نه. در نهایت همه بچه‌ها راه رفتن رو یاد میگیرن، میدونن و موقع راه رفتن به هر چیزی فکر میکنن به جز خود راه رفتنه. برای ما بزرگترام همینه. شما اولین باری که خواستید رانندگی رو تجربه کنید بیاد بیارید؟ فکر کنید همزمان میخواستید هم فرمون رو نگه دارید، هم کلاج عوض کنید، هم ترمز و گاز و همه رو کنترل کنید. چقدر سخت بود. فکر میکردید چجوری میشه همزمان همه این کارا رو با هم انجام داد؟ بعدش چراغ روشن کرد، راهنما زد. وای. ولی بعد از این مدت چی شد؟ انقدر راحت شد رانندگی برامون که موقع رانندگی آواز گوش میکنیم، آواز میخونیم و به همه چیز فکر میکنیم به جز رانندگی. تو دنیا همه کارا همینه. شما هر کار کوچیک تا بزرگی که فکرش رو بکنید همینه. پس ما هر چیزی رو که بخوایم میتونیم به دست بیاریم، ولی اینکه توش استعداد نداشته باشیم. منتها ممکنه برای یکی 1 ماه طول بکشه، برای یکی 1 سال طول بکشه. یه بافتنی رو در نظر بگیرید. زمانی که اولین بار بخوایم یه چیزی رو ببافیم، باید با دقت هی نگاه کنیم این میل کاموا رو کجا بذاریم، نخ از کجا رد کنیم و تمام 6 دنگ حواسمون به میل و کامواست. اما بعد از یه مدت چی میشه؟ تلویزیون میبینیم، فیلم میبینیم و بافتنی رو میبافیم. همه چیز بعد از این مدت میره تو ناخودآگاه ذهنمون. پس ما باید چیزایی که حق خودمون میدونیم از زندگی با استمرار به دست بیاریم و به ناخودآگاه ذهنمون بسپاریم. بعد از اون دیگه راحت میشینیم و از بقیه مسیر لذت میبریم. حالا این چیزا هر چیزی میتونه باشه، از دوست داشتن، دوست داشته شدن، خوشبختی، پول درآوردن، رفاه. همه اینا با تمرین، با استمرار، با پافشاری به دست آوردنی و در یک جایی برای ما آسون و خودکار خواهد شد.